سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. خوش آمدین به یک ولاگ دیگه از چینل یوتیوب امیرا عبدالله. دوستان ما امروز تصمیم گرفتیم بخیر بریم به طرف خانه خاله جانمشون میمانی میریم. مسیر رای را که من طی میکنم از جایی که عبور میکنیم خواستم براتون ویدیو بگیرم، شما هم ببینین لذت ببرین. کسایی که داخل هستن خوب، ولی کسایی که بیرون از افغانستان هستن اونا ببینن بازار، مناطق زیبا را، مناظر زیبا را و لذت ببرن. دوستان ما اینی منطقه را بسیار زیاد خوش دارم، چون وقت از این سرک عبور میکنیم من همیشه دوست دارم ببینم، خوش دارم بیشتر از امی را عبور و مرور باشه. وقت از این که بسیار کابل زیبا معلوم میشه و طرف پایین که آدم نگاه میکنه احساس میکنی تمام کابل میتونم ببینم. با خاطر من بسیار زیادی منطقه رو خوش دارم، این سرک بسیار زیاد خوش دارم. خواستم به شما هم نشان بدم، شما هم ببینین که چقدر یک جای زیبا، یک منظره زیبا از این موقعیت معلوم میشه. شما هم ببینین ویدیو را و لذت ببرین از دیدن جاهای زیبای کابل جان. میبینین دوستا چقدر مقبول معلوم میشه. من بسیار زیادی موقعیت خوش دارم، بسیار خوشم میاد. دوستا اینجا مکتب است، کسایی که در این مکتب درس خواندن، کسایی که خاطره دارن از این مکتب دکومنت ها نوشته کردن از خاطرات خود، از اینکه در این مکتب آمدن درس خواندن. دوستا ما هم دیگه کم کم به خیر رسیدیم به طرف خانه خاله جانمشون. دوستا ما یک شب سپری کردیم، یم روز دیگه است که ما دوباره برگشت میکنیم به طرف خانه. بخیر بازم خواستم مسیر راه را براتون نشان بدم، چون این بار از راه دیگر رفتیم به طرف خانه. خواستم به شما هم نشان بدم، شما هم ببینین و جایی را که زندگی میکنین، مکانهایی را که میشناسین از دیدنش لذت ببرین. من خودم همونطور هستم، جایی را که مثلا میبینیم در ویدیو، مکانهایی را که میشناسم بسیار زیاد خوشم میخوایم که ببینیم کجا هست، چه قسم معلوم میشه. شاید شما هم قسم باشین، بخصوص دوستایی که بیرون از وطن هستن خب بسیار علاقه‌مند هستن که ببینن وطن جاهای زیبایشه. به خاطر من خواستم ویدیو بگیرم که بیننده باشه. دوستایی که ویدیو رو میبینن در مکانهایی که زندگی میکنن، در موقعیتایی که زندگی میکنن، میتونن بر ما کامنت کنن که کیها از این مناطق که ما عبور کردیم زندگی دارن و خانه هایشان است، رفت آمد دارن روزانه. بشه در کامنت ها بر ما نوشته کنن و از تجربه های خود بر ما بگویم. بخاطر از این که ما جدیدا یوتیوب شروع کردیم و شاید بعض چیزایی باشه که من نفهمم، شما دوستایی که کامنت میتین، من از نظرات شما استفاده میکنم، از تجربه های شما استفاده میکنم، چیزایی که من نمیفهمم از شما یاد میگیرم. به خاطر شما مرا همراه باشین، مرا حمایت کنین. چیزایی که من نمیفهمم حتما با ما شریک بسازین تا ما بتونم از اونا در ویدیوهای خود استفاده کنم.
دوستان هم دیگه بخیر کم کم به طرف خانه نزدیک میشیم، وارد منطقه که زندگی میکنیم میشیم. من خواهم قسم هستم دوستا، وقت داخل منطقه که زندگی میکنم، داخل از منطقه میشم، بسیار زیاد احساس خوب برام دست میده، بسیار زیاد خوشحال میباشم، چون امو جا آدم زندگی میکنه، بلد میباشم محیطشه، امو سرکا و مناطق همه جایشه. ما همینطور هستم، بسیار زیاد خوش دارم که وقت از جای میریم یا از جای بر میگردیم به طرف خانه، وقت داخل منطقه میشم بسیار زیاد خوشحال میباشم، زیاد لذت میبرم از دیدنش، هر چقدر ببینم هیچ اصلا خسته نمیشم. بخاطر از اینکه یکی خب من مناطق پر جمع و جوش خوش دارم که مردم زیاد عبور و مرور داشته باشن، بازار باشه، مردم رفت آمد داشته باشن، زیاد بیروبار باشه بازار. من بسیار زیاد علاقمند از امی هستم و این موقعیتم بازار است. هر آن چیزی که ضرورت است، مردم نیاز دارن برش، دیگه مناطق پیدا میشه. کورس، شفخانه، مکتب، بازار، همه چیز در دسترس است و من بسیار خوش دارم. یکم بسیار منطقه پر جمع جوش است، جمعیت است، مردم زیاد رفت آمد میکنن. به خاطر من زیاد علاقمند منطقه هستم، زیاد خوشش دارم، بیشتر وقتم از این منطقه زندگی کردیم، به خاطر زیاد علاقمند هستم. ببینید دوستا چقدر مقبول معلوم میشه این جمعیت و جمع جوش مردم. ما دیگه بخیر رسیدیم به طرف خانه. دوستا مرا حمایت کنین، از نظراتتان مرا مستفید بسازین، شریک بکنین تا چیزایی که من نمیفهم از شما یاد بگیرم و انشالله ویدیوهای بهتر تقدیم تان کنم. الله نگهدار امیتان. خداحافظ.